حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چگونه ایمان آورد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه بودند، در اول دعوت در راه هر کسی را میدید اون را به راه اسلام دعوت میکرد و حضرت عمر از پشت آن میرفتند و هر کسی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت میکرد به او میگفت بروید از اینجا، به او گوش ندهید، تا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی به او گفت ای عمر، من را زیاد آزار دادی، برو و دنبال کار خودت باش، دیگر از پشت من نآی. حضرت عمر با او هیچ چیز نگفت و به خانه خود رفت و روزی از روزها خبر شد که کنیز آن ایمان آورده است و از قهر و غضب این کنیز را به چنان میزد، شب و روز آن را میزد و خسته شد از زدن. یک جا نشست و کنیز به او گفت که الله متعال تو را ضعیف گردان و من را قوت بخشید. این اولین نور ایمانی بود که یک نور حقی که در دل حضرت عمر داخل شد. در حقیقت میگوید که من از بسیار زدن خسته شدم، ولی این کنیز طاقت میکرد، صبر میکرد، شب و روز آن را میزدم ولی او صبر میکرد. اولین شعله حق در دل حضرت عمر از سخن همین کنیز داخل گردید و سپس روز میخواست برود و می بنوشد. به میخانه می رود که هیچ کس در آنجا وجود ندارد. بعد از آن به خانه می فروش می رود و آن را هم نمی یابد. سپس می گوید که به گرد کعبه می روم و در آنجا طواف می کنم. وقتی که پیش کعبه می آید می بیند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز می خواند و سوره الحاقه را تلاوت کرده ایستاده است. نشسته به او گوش می دهد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت دارد. می گوید که این سخن شاعر است. حضرت عمر در دل خود می گوید که این یک سخن شاعر است. در همین لحظه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت را تلاوت می کند که و ما هو بقول شاعر، یعنی این سخن شاعر نیست. میگه گفتم که اگر سخن شاعر نباشد این سخن یک فالبین یا جادوگر است. که بعد از آن تلاوت کرد که ولا بقول کاهن، و نه سخن جادوگر یا فالبین نیست. بعد از آن حیران شدم که چگونه سخن دل من را در این آیت ها میخواند. پس گفتم که این چی باشد؟ که تلاوت کرد تنزیل من رب العالمین، این فرستاده شده از جانب پروردگار عالمیان است. این دومین نور حقی بود که در دل حضرت عمر داخل می گردد. عمر رضی الله تعالی عنه می گوید که در خانه رفتم فکر می کردم به این آیت ها و روز میگه از خانه بر آمدم و دیدم زنی را که می خواست به کجای سفر کند و او مسلمان شده بود. با او گفتم که کجا می روی؟ آن زن گفت که می خواهم مکه را ترک کنم از دست شما. من ایمان آوردم، مسلمان شدم و من را آزار می دهند. حضرت عمر با او می گوید که پروا نکنید، شرط نیست که دیگر شما از مکه بیرون بروید. و این زن می گوید که من در چشمان حضرت عمر دیدم که دل آن به اسلام نرم شده است و می آید پیش شوهر خود به او می گوید که من عمر را دیدم که می گفت شما دیگر نروید، بیرون از مکه نروید، هجرت نکنید. من در چشمان او ایمان را می بینم. شوهر او خندید و گفت که اگر خر خطاب ایمان بیارد، عمر ایمان نمی آورد.
و روز باز هم دید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را دعوت به دین اسلام میکرد. باز هم خشمگین شد و آمد شمشیر خود را زهرناک کرد. شمشیر را گرفت و برآمد، میخواست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به قتل برساند. و در راه یکی از مسلمان ها او را دید و به او گفت که ای عمر، به کجا می روی؟ عمر به او میگوید که من میخواهم بروم این محمد را بکشم. این مرد مسلمان بود و اسلام خود را پنهان میکرد. به او میگوید که چرا نمی روی خواهر خود را زجر کنی که چرا ایمان آورده است؟ عمر به او میگوید که آیا خواهر من ایمان آورده است؟ میگوید بله، خواهرتان فاطمه با همسرشان یک جای ایمان آوردند. بعد از آن عمر رضی الله تعالی عنه به خانه خواهرش می رود و در را می کوبد که آنها می بینند که عمر آمده است، می ترسند. و حضرت خباب رضی الله تعالی عنه معلم آنها بود که به آنها قرآن درس میداد، اون را پنهان میکنند در خانه. بعد از آن در عمر را میکشایند و حضرت عمر داخل خانه میگردد و آنها را میزند. میگوید که چی داشتین میخواندین؟ بیارید من این صحیفه را ببینم که در آن چی نوشته است. خواهر عمر رضی الله تعالی عنه فاطمه به او میگوید که شما پاک نیستید و نمیتونید که این صحیفه را بگیرید. بعدا حضرت عمر رفته خود را پاک میسازد و پیش آنها می آید و میگوید که بخوانید در این صحیفه چی نوشته است. به او آیت‌هایی را از سوره طه میخوانند. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. چند آیاتی از این سوره طه را به او میخوانند. در این حال حضرت خباب رضی الله تعالی عنه خارج میگردد و به او میگوید که ای عمر، من شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و میگفت که پروردگارا اسلام را به یکی از عمرین پیروز بگردان و من آرزو دارم که همان عمر شما باشید. در وقت جاهلیت دو عمر بود، یک عمر بن هشام که ابو جهل نام گرفت و دیگر عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. و میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در کجاست؟ خباب به او میگوید که رسول خدا در دارالارقم است و او را گرفته به دارالارقم میبرند. و هنگامی که به دارالارقم میرسند میبینند که عمر آمده است. همه در حیرت میزند و میگویند که چی کار آمده باشد، چی میخواسته باشد. در آنجا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه وجود داشت و میگوید که اگر به کار خیر آمده باشد خیلی خوب، و اگر که یگان نیتی بد داشته باشد من او را به قتل میرسانم. وقتی که نزدیک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید، از او میپرسد که ای عمر، چی میخواهی؟ به چی نیت آمده ای؟ حضرت عمر به او میگوید که میخواهم که ایمان بیاورم و میگوید که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و از اینجا بود که دین مبین اسلام به ایمان آوردن حضرت عمر قوت گرفت. و بعد از ایمان آوردن حضرت عمر صحابگان می توانستند که به طور روشها در نزد کعبه نماز بخوانند.